the track. هی کودک کار برو بریم. ما که یه جوری بالاخره رد شدیم از این زندگی، ولی زیادی تموم شدیم، ولی گناه ندارنیم بچه های کار که برای یه لحظه خوششون باید سالا سخت کنن کار. یادش بخیر یه داستانی بود، میگم پسر دو طبقه مفت باباش گرفت، اون سمتم یکی دست پسرش رو گرفت، گفت اگه نفروشی میبره پرورش. گفت من و همسال من اینا رو میفهمم، ما که به سر شاه نبودیم. یادش بخیر یه روز 13,000 تومن فروختم، چقدر خوشحال شدم. البته اینم بود درستگاه، نمیدونم اونا بندن یا ما زیادی بنداریم، ما زیادی بنداریم. این دفعه عشقم کشید برای این بچه ها بخونم، برای این ترک گوشیاتو ببند گو پوست و استخون بشنوم. یه جا دیدم یکی نشسته بود داشت عشقشو پاک میکرد، گفتم چته؟ گفت مامانم مریضه، با مامم با اون زنش رفته روستای هریزه، ما رو فراموش کرده، به جا بچه‌شون نوزادش یه زن پولدار وقع کرده. گفت مامانم چند ساله رو تخته و شبا میرم که برام لالایی بخونه. گفتم چی میفروشی؟ گفت جوراب و آب. گفتم همه اینا رو یه جا ازت میخرم، میدونم نمیتونست خیلی وقت بازی کنه، حداقل امروز برو اوانن پیرتو داشته باش. گفت مرسی عمو. گفتم من داداشمون بیشرف نیستم، و گفت انشالله هرچی میخوای از خدا بهت بده. گفتم انشالله خدا اندازه جنبه آدمو بهشون بده، اندازه جنبه آدمو بهشون بده. اینا جنبه ندارن، پولدار میشن دیگه، حتی خودت هم یادشون میره. یکی اینقدر داره که نمیدونه چیکار کنه، یکی هم اینقدر نداره نمیتونه جز صبح کارگری چیکاری کنه. داره دو جا کار میکنه ولی حقوق کارگری، ولی بازم نمیرسه انگاری زندگی داره با دنیا کوس میده. اینقدر عجیب شده دنیا که عجیب ها میگن عجیبه ها. تو یه کسی چه ملون در میاری، یه تومن بدی به این بچه اون لحظتی شاه میشه، ولی تو به فقیر به خدا که نمیشی. همیشه درک کردن از سمت عشق نیست، گاهی باید هم نوع خود را درک کرد.